وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 14 ایون سال 2022 تخمین ساعت 22:50 راننده ماشین تمغه وز 2106 انورова مولوده توشبیکوونا سال تولدش 1991 ساکن شهر گلستان انگام حرکت در شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف کنار راه برآمده автомاشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر این ماشین برات و گلنوره سال تولدش 1972 ساکن شهر گلستان جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود.